برای چی پیامبر صلی الله علیه و سلم در 3 وقت اصلا ما رو از نماز خواندن منع کردن؟ از وقت طلوع آفتاب، عین طلوع آفتاب، از همه حرامترین وقتش عین طلوع آفتاب، یعنی آفتاب برآمدن شروع کرد، با آفتاب برآمدن شروع کرد تا همین برآمده شده پر از زمین جدا شده نشه من است. این چونین وقتی آفتاب نشستنش سر شد، این آفتاب است، این زمین است، شروع کرد نشستن، حرام سر میشد تا نشستن شد. در این وقتا حرمتش زیادتر است، حرمت به معنای یعنی حرام بودنش شدت مییابد. اما بعد عصر پیامبر صلی الله علیه و سلم یک بار از بعد عصر منع کردن و بعدی بامداد منع کردن تا برآمدن آفتاب. اصلش عین وقتی برآمدن آفتاب حرام است، لیکن احتیاطاً از پیشتر منع کردن. این چونین در وقت قیام 3 وقتی هست که اون وقت گفتن که این یک وقتی هست که شیطان در این آتش دوزخ تصفانیده میشد. تسجر فیها نار جهنم والعیاذ بالله. نار جهنم، آتش دوزخ در این وقت تصفانیده میشد، یعنی در وقت قیام از نماز پیشین، از اذان پیشین تقریبا 2.5 تا 3 دقیقه عینی وقتی یعنی زوال وقت قیام است. در این وقت نماز خواندن ممنوع است. حتی در این 3 وقت جنازه هم قبر کردن میت هم جایز نیست در همین 3 وقت. لیکن بعد نماز عصر حالی تا آفتاب نشستن مثلا 2 ساعت یا 3 ساعت هست جنازه خواندن اجازت است، یا بعد نماز بامداد تا آفتاب برآمدن اجازت است که آدم نماز جنازه خوانه. لیکن عین طلوع آفتاب جنازه هم ممنوع است، قبر کردن هم یعنی به قبر گذاشتن هم ممنوع است در این 3 وقت. علتش این است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه اذا طلعت الشمس فامسك عن الصلاه، وقتی که آفتاب به طلوع کردن شروع کرد از نماز خواندن خودداری کن، فإنها تطلع بین قرنی شیطان، چون که وی بین 2 شاخه شیطان میبراید. در بعضی روایات در این وقت شیطان ها یا که آفتاب پرست ها سجده میکنند. و عموم شریعت ما را از تشبه به غیر دین ها، غیر مسلمان ها منع کرده است. پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث ابن عمر فرمود که من تشبه بقوم فهو منهم، کسی به قوم خودش را مانند کند و از آنها هستند. این در سنن ابو داود است، حدیث صحیح است. یعنی شریعت اسلام ما را از تشبه به غیر مسلمان ها منع کرده است. این چونین به تشبه مردها به زنها خودشون را مانند نکنند، زنها به مردها. این چونین به تشبه به حیوان ها، انسان خودش را به حیوان مانند نکند. خلاصه در این وقتها پیامبر صلی الله علیه و سلم نهی کردند و ما در بالا گفتیم که این روایتی این قول را مذهب امام ابو حنیفه و مالک و احمد عمل کردند و این چونین امام بخاری هم. اما امام شافعی نمازهای ذات سبب را مانند تحیات مسجد را میگفتند که اجازت است، لیکن قول صحیح اجازت نیست.